قسمت نهایی است دوستان عزیز. جفت رو علاقه برای ما معرفی کردم. پهلوان پیراهن سفید به بر کرده، پهلوان سوختی است. این همروز رجبوف است و رقیبی باشد صبرالله حکمتاللهیف، پهلوانی که شهر و نواحی تابع مرکز رو معرفی میکند. این دو پهلوان با قسمت فینالی راه یافتند و مبارزه میبرند برای به دست آوردن نشان طلایی. همروز رجبوف دست پرور کلوب ورزشی لنگلیفت ولایت سوخت. اگر بگوییم از سلوله باقیفا، از سلوله استا پیرفا خطا نمیکنیم. رقیبی باشد صبرالله حکمتاللهیف، پهلوانی که از شهر و نواحی تابع مرکز مبارزه میبرد. این دو پهلوان در قسمت های نهایی، در قسمت های نیمه نهایی، یکی اسرائیل رحیموف و دیگر غلام افروز عبدالرحمنوف را شکست داد. انکترش صبرالله پهلوانی پیراهن کبود پوشیده برادر محمد عبدالرحمنوف غلام افروز عبدالرحمنوف را مغلوب کرد و همراز باشد اسرائیل رحیموف، حالا پهلوانی که در مقام سوم قرار گرفت. داور مرکز فیض‌الله حبیب‌اللهیف هر لحظه طریق دست اشاره دارد که گوشتین گیرید. باید حرکت در گوشتین ملی زیادتر گردد. 80 کیلو پهلوان ها هر لحظه از جانب همروز رجبوف هجوم های پیوسته به نظر می رسد. همروز رجبوف می خواهد که پیش صف باشد، اما صبرالله حکمتاللهیف پهلوانی پیراهن کبود داشته کمی از رقیب خفیفتر است و حرکتهایش به سمت دیگر می رود. مبارزه در وزن 80 کیلو همان ادامه دارد. گوشتینه که خیلی کم فعال است. اصلا همین مسابقات امسال رو میبینیم پرتافت‌های زیبا رو کمتر مشاهده میکنیم. باید در گوشتین پرتافت باشد. از همه مهم اصولهای زیبا رو باید پهلوانان نشان دهند، اصولهایی که از بزرگان ما برای ما میراث کردیدند. سر کتف، اصول اسکندری و دیگر اصولهایی که محبوبیت دارند میان خلق. حالا همراز رجبوف برعکس خود رقیب نیست، از سمت دیگر دست را مستحکم داشت و هر دو پهلو افتادند. صبرالله حکمتاللهیف با همراز رجبوف پرتافت‌های بی امتیاز را انجام میدهند. آگاهی برای صبرالله حکمتاللهیف کم فعال بودنش آگاهی میگیرد. شاید این آگاهی او را بیرون نماید. بله پهلو برای همراز رجبوف. پهلو با پهلوان یکتکی سفید پهلو دادن در حالی که پرتاب خوب بود. همراز رجبوف اکنون با یک پهلو پیش صف میگردد. رقیب باشد صبرالله حکمتاللهیف برای جبران کردن یک پهلو حالا امکانیت ندارد. نوبت دیگر همراز رجبوف داشته است هم گریبان و هم آستین رقیب را. شاید این نوبت نیست در هجوم باشد. فیض‌الله حبیب‌اللهیف حالا نظارت دارد این داشتن را. نه، صبرالله صبر میکند، اما صبرالله برای کمک رسان است. او باید هجوم کند پیوسته. همراز باشد حلقه استقبال از یک پهلو کرده است. نه، هجومی چنگ زدن و چنگ خلاص کردن برای صبرالله امتحانی است. دقیقه آخران و یک پهلوی همراز رجبوف دست پرور کلوب ورزشی لنگلیفت او را با نشان طلا قدم دیگر باقی مانده است. وقت سپری میگردد. هر دو اکنون دوباره میبارزه میبرند، اما از جانب صبرالله بالاخره
шояд сабри Сабрулло лабрез гардад ва ба ҳуҷум гузарад то ин ки имтиёз пайдо намояд, аммо бенатиҷа аст. Амроз Раҷабов ин барандаи медали тиллои мусобиқаи гӯштини самбои Туркманистон вақти вақти ба анҷом мерасад. Як паҳлу Амроз Раҷабовро ба қуллаи баландтарин мерасонад. нишони тиллоро این تاریخ با برتری یک 80 پهلو کیلو صاحب اولیمپیاد در پهلوان یکتکی سفید رجبوف امروز ولایتی سوخ داده می شود. غالیبی وزن 80 کیلوگرم گردید و جای دوم باشد نصیب حکمتالله صبرالله شهر ماهیای تابع مرکز.